مادرم در کار دیرتر میآید. پدرم چی؟ پدرم نیز در کار است. چی میخواستی فیروزه؟ میخواستم پدرم یا مادرم با من افسانه خوانند. فیروزه بیا من به تو کمک میکنم. کدام افسانه رو میخواستی با هم بخونیم؟ بیا افسانه گندمک را میخونیم. از فرزندان کلانتری خود خواهش کنید که برای دادر یا خواهرکانشان کتاب بخوانند. آنها از این باوری خرسند شده قابلیت‌های خود را نمایش می‌دهند. پس از این خردسالان هم می‌خواهند به مثل برادر و خواهر کلانی خود کتاب بخوانند. برادر و خواهر برای خردترکان نمونه عبرت شده آنها را برای کتابخوانی خوب شدن راهنمایی می‌کنند.